کجا بودی باز؟ با چه کار میکنی گیلم؟ چی؟ هیچی. بابا من خود خسور میگفتن که برو از اون ایزوما خوش که چیدی بر سرا سیکو بپالک اندازه 1.50 من ایور دار بیارک به سرا از اینا ببرم گفته باخت تا این باخچه که دیگر خیلی فاشپز با این شو بار میکنه آماده میکنه نگم تو حیفمو گوشی نکردی که به کسی خو میکنی حیفه چی؟ حیفمو گوشی مقبول تو حیف نکردی به کسی خو میکنی نه به کسی منیه به برق زده آخه مادرم هر چی زنگ میزنه میبینه خاموشه هر چی زنگ میزنه خاموشه اما کی زنگ زنی که تو ور دادی گوشی خاموش نیه به برق زده البته گل شده خب چرا نگاه نمیکنی ماشین میفن دست میکنم ایره کاله ده مادرم گفتم بیا که به زن خوبور بارشگاه کنه پیشینم دیگه در چیز آش خلیفه آشپز میاره بارشگاه؟ برو زود شده زودی گفتم بیا مادر به اونجا گایم؟ با خونه هم گفتم بیا بگو برای که زود بیارن کارای لا درختا خو برق و زن خوبور بارشگاه با خونه خسر منم مادر زودی دیگه خب چرا نوزبات ما زنگ نزده؟ یا نوزبات ما زنگ زده گوشی خاموش بده اما ده نفر بیشتر از گوشی تو خاموشه اگه گوشی تو روشن بشه کی ور نمیداره گوشی تو زودی بله خب پس تو اینا بگی کجا میری تو؟ من میرم کجا خیلی کار داریم پیشی خلیفه آشپز میایه خب ازوما بگی تو جمع کن تو بگی نیا خب برو زود برو سکو تو ازوما خوش که با پالزی تو خواه سکو محمد به کجایه؟ من این جباب خور با کوچه دیگه نزنی ما اونه به پله در همه دار بیارک خب برو اما ازوما زیتی همه دار بیارک ببر به سرای نا فرغون پیدا کو فرغونه محمد چتکتره محمد تو زودی برو محمد پیدا کو بیار به اندازه 50 من بشه خوبه؟ خب برو یعنی تو بدیدی نوزبات ما گفته خودی گفته به گپ خواه همه کی گفتم بارشگاه گرم بارشگاه برو با زودی برو گفتم کجا نسته که با دیر میشه محمد جو کجا بدی؟ سلمانی با کجا؟ سلمانی با کو موه سرته که همه شکرانه بودم آها شکرانه محمد جو تو یک کار که خوب برو پنجشنبه به سرایه بفهمیدی؟ فرغونه اکرم وردار هیزومو خشکه قلای در شکستیه پنجره شکستیه اینا همه به تک فرغون کنیم جنجال نکنی خوبه؟ خود پنجشنبه جنگ نکنی اونا رو بردار ببر به خونه خسر من که خیلی فاشپاس شاید دیدم این ساعت بیامده باشم که دیگه ببر میکنم من که وقت حال صبح تا بیایم بفهمیدی؟ کلی دم ببرم هیزم که هست دیگه پنجشنبه میپاله زیر پوخا خیلیه نیه ایدم هسته در شکسته ندیدی درگاه خونه یک در شکستی هست آفرین داغ سرتون نبینم پولی هم هسته غلام هسته اصلا 10 سال پیش زمان خشکیه بده شکرانه بابا کار نندازنی که موها احتیار کردی سر پرخاک میشه بعد که من میرم ارتینی خور ببرم بارشگاه خدا تو را بخیر خوشی صاحب ارتینه کنه محمد طفلک دل من میسوزه سرگیریه بعد کن خسور ما بمونه خوشی خور میدم با تو ما و تو باجه میشیم محمد هم زبا که برده تنی خوب هم زبار میکنی که ببوری تو من نمیتونم ببوری من نمیتونم ما برده نمیتونم بیا برو اردا شکر باشنن شکران ورده برو محمد
یا از این تیک کنه نفته که برو مثل زیره و چیزی بس تنگال خراب نکنی که اونا روش کنش کن یه دگره تو هم تیره خود دگره برو بالا کنی چیز پیزی بابا مونده بالا پس اینا بگی برو اما بالا بگردن من خود تیره کن دگه بگی دیگه بالا کشو کلا بگی بگی دیگه من برو تیره کن برو تیره کن نمی سنگه تیره کنیم بره 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 همین تا بیا همین تا بیا برو پیزی بسته خوان همین تا بالا کن گل بالا شده نه بره بالا کن برو بخیر برو توی تاگی کامل توی کام تاگی دک بالا شده برو بس تک من اینجا دور رو برو زود برو که دیر میشه آیسته مادام خوشی جان سلام سلام شده هستین خوبین خیلیت جانجیره اول شما خوبین خیلیت این جانجیره ساعت خوبه سیکل میم جگو پرتو گاپینه نه بیارم داخل بیارم نه باشه بیری میشیم بیا مادرجان خداحافظ خداحافظ زن کاکا بله بسته کنی زن کاکا یه لده دیگه راحت مرد دیگه تو گپ هم نمیفهمی چه کار کنم دست شما چی گپه چی و سخنه چی گپه دیگه وقت مجلسه بخی دعا کو که بخیر خیراتی شه ما چون فلانیر بگو بیمدنیر بگو گپی بود ما بزدیم زن بری وقت آخه چی گپ زدیم من میگم از همین قوم خشام سایه نمیخوام اکثر تو قوم خشا بخور آخه ما نمام که با همسایه خورسایی نمیکنم به دستمایه خورسایی میکنم خدا نمیتونی نگی آبرو میبری والیکم بابا جان پول بده که بود جمپر بخور صبر کن که چی میگم مادر تو اصلا مخالفت ولی وقت جمپر نیه سکن من اولا نیا رسید نیه شیرین خوریه آبرو مندانه تیار من جلو خشام کم بیاری آخ زن خود هم میگی شیرین خوریه آخ باز بخیر خدا داد به عریسی هر چی که مثل خبر کو آخی تو بدبختی ها نمیبینی این بیکاری ها نمیبینی آخ من 10 نفر برفتم گردن کج کردم به می جوانی آخ گردن کج کردم پول قرض کردم از اینا اگه عروسی ما با شیرامده که بدیدی من جلو عزیز زنای من این کم بیارم جلو زنیو که خوب خشام همسایه خبر کرد آخ زن آخ سر تو همسایه چی بگم دیگه آخ میگم من ندارم بس دیگه بس کنیم دیگه بگذاریم مجلس به خیر و خیراتی شه بگو هنوز خوارا بعدم خبر کنی این کار ندارم همه دختر عمه و که عروسی و شیرین خودی بخوردی خوار
خبر نمیکنی؟ زن تو یک سره سیاه بریاد میکنی بخدار من گپ زنم ما برفتیم گپ زنیم از هر جای یک زن یک شو بگو عروس کلون دختر خواهی من او چی؟ او هم که خورده خورده هر چی هست مجلس ما شیرینی خوریه ای که عریسی نیه با دعا کن خدا بده که عریسی کلونی بگیریم من خبر ندارم من هرچی حال تو چوب کن دیگه بس دیگه حتی من خراب نکنیم خدا کرد جیغ نکش بسنه برو بخونه حالا برفتم چی میگفتی تو؟ پول بدیم به خوشم پرم بستونم مثل رفیقم دارم برو خبر کنم جا؟ همسفیا خورم بگم بیایم مبارک باشه با برو بیستارن تو بی خبر کن تو خبر داری که مادر تو چی حالا به سر نچسبونده که حالا کم بیمدی چقوق بچگی میکنی که با ما جمپر بخیری رخ بخریم ما چون رفیقا ما خبر کنیم تا به سر زخم و نمک میریزی وقتی گم شو وقتی برو بیا فهمیدی تو چی رو هم نمیفهمی بشی همینجی بشی به کجا بودی؟ نه سلام نه علیک بله خودتونو ولی چی بله. چورت میزنی به کجا بودی؟ بیا از اصلا همیت خراب نیه بیا مدی نه سلام نه علیک نه یک مونده نبشی به کجا بودی تو؟ امیر خود گم میکنی هیچی نگفتم مادر تو گفتم نه بله مادر ازی گفتم خواهر شما نگفتن که چیز کنن برو بابا ما خوب بگونه انا ما چون چه کار میکنیم انا من نمیفهم چه کار میکنیم انا از امونو انا سمن اگه 4 من از امون شیرایی که میبانیم به شهر میرفوشیم انا با ما بدیم به چی واسه؟ شیران مایم چه کار کنم؟ خود تو میفهمی که حال ما خود مبرد یک دهی گومی مال میده کرده که بلد به قرض مایا حال وقت قرض ایوازی مادر ازی بگیره بگه 10,000 5,000 برو بگی کمکی کنه مجلس از اینه تو حال وازی ایر بیاودی که پول به قرض بدم یا مثلا شیر به قرض بدیم بابا تو که آدم هوشیاری تا به کی دیگه حال کتور زن دادم نه این سر به قرض نمان تا گفتی تا کی میدم من تا 3 روز بعد 3-4 روز بله خورزاده شما نه دیگه که این لب جو او کنه گرفتم من بابا لب جو او تیر که تو خبر داری یا مجلس تونه اینجی مادر تو دعوا داره که ما چون همسایه فلانیگه که پارسال بوده پرارسال از اینجا برفتم مار خبر کردم ما چون فلانی همه مار خبر کرد همین دیگه نمیفهمم بابا چی میگم به تو من دیوانه کردم مادر تو لکم تو بیاوردی که 2 من شیر بدیم 3 من شیر مادر از اینکه ما چون نمیفهمم برو با قرار ما بگو که ما چون برای چی ماییم بقیش سوا یا پس سوا اول نظر گرفته و بگردم خوشی مریج کنه خورزادگه شما نه خیلی بچی نقلیه خیلی بچی کاکیه چاشتم ما رو میتی قلوب دروشی نداد شیر مادرت منتها جوان سر گوشتا لند در روی بچیندی دیگه این کارو نکنی خوبه یک خوندن میکنه رقصه میکنی وخی وخی یک رقصه رقصه بکن خب چی بگو ماله با ما ها بگو خوبه خوبه خور بگو گفتم خوب دیگه چی کرده تو برو باز خود من هر گپی بود فیصله میکنم بله مال ما برو مسئله از اینو برم برو با مسهر قبرستانی میره برو دیگه بله میگو کجای محمد کجایه ها محمد کجایه محمد کدت خسور یک صده مریاله نمیده حالا در اسیام توسته باشه دیگه خاطر ما مجلس داریم یک هفته میشه با که ما مجلس داریم مگر خب پنجشنبه به کجایه پنجشنبه مالی بیا واده خورکاواره میکنه ما چون ما بدیم جمپری بخرم ما چون رفیقا ما بابا رستی بابا یک وجب قطیو بیا اینجا بیا دیگه ابزی نه ما یعنی من میتیاره یک وجب قطیو دیرو خود مادر ما جنجال میکنه که 9 نفر از همسینفی ها ما چون محچیتی ها مانه ما چون اون رفیق فوتبال مانه اون رفیق ما چون ششتم لقتک مانه بابا این ختم قرآن و مومینیه ما مهم که میخند ما بسته باشه باز بخیر خدا داد بررسی تو همین تو با شرنگ میگیریم دیگه چی مهم دیگه وای 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 خوبه